سلام علیکم خانم عزیز. یک تماشابین خواهش کرده است که برای چیز شب نماز تهجد دارم. نماز تهجد در سوره المزمل آمده است در ترجمه تفسیر ابن کثیر که میگه که در علم کلی ترجمهش این است که ترجمه با تفسیرش به شما میگم. ترجمهش در آیاتی چیز کتاب علم کلی هم است که ای مردی لرزیده پیچانیده شده. وقتی پیامبر وقتی که در اولین آیاتی که به پیامبر نازل شد بخوان گفت از جبرئیل چرا گفت بخوانم؟ با گفت که بخوان. بعد گفت چرا بخوانم؟ بعد 3 مرتبه گفت بخوان. چرا گفت بخوانم؟ بخوام به نام خداوندی که خلق کرده است انسان. بعد از دو کتفش هم داشتن حضرت پیامبر ما سلام رو از جبرئیل لرزش رو گرفتن. بعد آمدن خواندن لرزیده پیچانیده شده. حضرت مادرم خدیجه رو گرفتن پیچانیدن رو. معنای نمی سوره اول آیات یا المزمل میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها المزمل ای مردی لرزیده پیچانیده شده. نگاه میکنند که ای مردی لرزیده که خودت رو آمدی لرزیدی پیچانیدی خودت رو. بعد آیت دیمش میگه که قم اللیل الا قلیلا. آیت دیمش میگه اعوذ بالله من قم اللیل الا قلیلا. میگه که بخیز شب رو کمی از شب رو میگه بخیز. همون شب رو میگه خیز و دیگه همه شب رو میگه نخیز. یک قسم شب رو خیز میگه. این در تفسیر ابن کثیر اومده است از ابو هریره رضی الله عنه. روایت از امام بخاری حدیثو که در زیر تفسیر ابن کثیر که همین شب که خیستی همه شب نه یک قسم شب. مثلا از نشستن افتاب تا بارمدن افتاب حساب میکنیم ما. اگر 9 ساعت باشه تقسیم میکنیم سه تقسیم میشد که 6 ساعتش نه در نیمه اولی مثلا که چیزی شب میخزیم. در نیمه آخرش اگر خزیم چی میشه 3 ساعت به موندن روز میخزیم. اما دو قسم میکنیم در شب بعد میسو در نیمه شب میخزیم. نگاه کنید 3 تقسیم که کردیم در نیم تقسیم میشه 3 نمیشه که 4 نیم ساعت در 4 نیم ساعت شب میخزیم ما 4 نیم ساعت شب میخزیم ما 4 نیم ساعت شب پس میخزیم. وقتی که نیمه آفتاب نشسته الان حساب میکنیم 4 نیم ساعت چقدر میشه. مثلا نگاه کنید یک نیم شب میشه. مثلا یک نیم شب از ساعت اگر 9 ساعت باشه 6 اگر آفتاب برای 3 ساعت شده ساعت 3 میشه. خسته انا با یک نیم ساعت دیگهش میشه یک نیم شب. یک نیم بعد 2 شب میخزیم نماز مثلا میخونیم تلاوت قرآن میکنیم. یک قسم شب میخزیم همه شب نمیخزیم. در نیم شب میگم که دیل شب 3 شب 3 یعنی که نیم شب از بین نشستن آفتاب تا چی میگن نشستن آفتاب تا بارمدن آفتاب تقسیم میکنیم در 3 در میونش میخزیم. میونه نیم شب نمیخزیم. اندک ببینیم زیر علما اثبات کردگن که انسان هایی که از 7 ساعت زیاد خواب میکنن دائم و یا با رفته رفته به چی میشن فشار بلندی به بیماری های دیل به چی میگن خیلی فشار پستی بیماری قند گرفتار میشن. اما انسان هایی که شب زنده داری میکنن که مثلا تهجد میخوانن 3 شب نماز میگذارن اینها به بیماری های دیر و به فشار بلندی فشار پستی به بیماری قند و بیماری های مزمن گرفتار نمیشن. همین انسان هایی که میدونم در همون سودان هم انسان هایی که شب زندگی میکردن که همون یکم بیماری نداشتن. استادانی بودن سودان دانشجوهایی که مثلا اونجا شب زندگی میکردن 3 شب میخواستن قبول میکردن نداشتن. یگان 5 سالی که ما در سودان خواهیم یگان با یگان دکتر مراجعه کرده نبودیم برای که نماز شب این گردش خون فعال میکنه. بینه که 7 ساعت زیاد خوب آدم عادت کنه که مثلا 7 تا 7 ساعت معیار معینه. 8 ساعت علاقه رفته رفته به بیماری های هر خیلی گرفته میشه. لیکن وقتی که انسان 3 4 5 ساعت خواب میرد میخزد نیمه شب میخزد عبادت میکرد و گردش خون چی میشد فعال میشد. این میمو در جسم انسان دو تا گردش هست. یک گردش خونی کلان یک گردش خونی خرد. همونو بین همدیگر گردش خون این در کلان خورد میده خورد دار میده و اون در خور میده. وقتی انسان خوب میخزد و حرکت میکرد میره طهارت میکنه میاد نماز خون گردش خونی فعال میشه. انسانی که دائم خوب میکند خوب گردش خونی میشه رفته رفته یا که مثلا که با بیماری های هر خلا بعد دچار میگردد. لیکن انسان هایی که نماز شب دارن آنها به یگان بیماری های انشالله گرفتار نمیشن ولی گردش خونی اونها دائم فعال است. ببینید چقدر مثل این در اصل 21 مثل اثبات کرده است تیپ موثر و مانند گفتیم که کسی که در حاجتخانه رفته قفانه که میرفته پای چپ قسم میداره که وقتی حاجتخانه بار اومدن که رفته پیش میرفته که انمی گردش خون نوع کردگیان
کسانی که بسیار شبیه داری میکنن پس از 5 ساعت میخزن حرکت میکنن گرچه چونشو خواب میشه گفتگی در تیپ چقدر اثبات کردگی اما شبیه داری میکنه که بسیار بردش خانم فعال است باید بیماری های چی میگن مزمین یا که بیماری های چی میگن دائم دارو نگشتگی گرفتار نمیشوند بنده انشالله همینه برش گفتیم. خب زنده سلامت خدا سلام باشید. این بخواهش یک تماشا در چیز کمیتر نیستن این همینه و شما با دام شد در ویدیوی دیگر به شما میفهمونم دام میبینید آید درباره چیز سیکشن. خب پس لایک و چی میگن پس فرمایش